سلام هنرجویان عزیز. امروز آموزش الگوسازی از سرشونه افتاده رو داریم و همینطور که توی ویدیوی قبلی دیدین آستین کیمونو رو، امروز دوخت کاملش رو بهتون آموزش میدیم. با ما همراه باشین. ما گفتیم سرشونمون افتاده است. برای سرشونه افتاده متر رو باید بذاریم کنار گردنمون، اندازه بزنیم که تا چقدر میخوایم سرشونمون بیاد پایین. مثلا من اینجا میخوام 30 سانت 25 سانت بیاد پایین، 25 الی 30 سانت. میام از این نقطه 9 هم علامت میزنم 25 رو و یه خط این شکلی صاف میکشم تا حلقه لباسم. این خط قیچی میشه و اینجا برش میخوره. پس این شد برش سرشونم. برای مچ ما قد آستین رو منهای 2/3 پهنای مچ میکنیم. پس 2/3 پهنای مچ. مثلا ما الان مچمون 6 سانت باشه، باید 4 سانت از قد لباسمون، قد آستین لباسمون کم کنیم و این قسمت دورریزه. برای الگوی پشت ما باید دقیقاً از همین الگو کپی کنیم و فقط سرشونه و یقش رو تغییر بدیم. توی الگویی که ما یاد گرفتیم سرشونه جلو باید 1 سانت بیاد پایین. پس من سرشونه جلو ما 1 سانت میارم پایین. ولی برای الگوی پشت وقتی که ما اینو کپی کردیم سرشونه‌ش رو 1 سانت میبریم بالا، یقش رو هم باید برای یقه پشت تغییر بدیم. به این شکل که ما این خط افقی 8مونه که داریم از نقطه 8 2 سانت میایم پایین و به نقطه 9 هلال میکنیم. این میشه هلال یقه پشتمون. پس این الگو تغییر شکل یقشه. یکی هم سرشونش باید 1 سانت برای الگوی پشت بره بالا. ما الان از این یک کپی میکنیم. بعد اینکه کپی کردیم دور الگومون رو قیچی میکنیم، چون بعدش باید روی آستینمون یه کوچولو تغییر ایجاد کنیم. تو این مدلی که داریم من میخوام یقه رو یکم آزادتر کنم. یعنی از این نقطه 7 دقیقاً گودی گردنمونه 3 سانت میام پایین. از قسمت سرشونه هم 1 سانت و نیم آزاد میکنم. بعد دوباره هلال یقمون رو رسم میکنیم. پس این میشه یقه جلومون. برای یقه پشت هم من از قسمت وسط پشت 1 سانت میام پایین. از قسمت سرشونه دقیقاً به اندازه جلو باید آزاد کنیم. دوباره هلال یقمون رو رسم میکنیم. توی این مدل ما چون یقمون درسته به این 3 سانت به میزان 3 سانت آزاد کردیم، ولی باز برای اینکه سر بره توش اذیت میشه. پس ما قسمت خط وسط پشتمون رو درز میدیم، یعنی در قسمت دلای باز پارچه میبریم که یه 10 سانتش رو باز بذاریم قزن بدوزیم که سر راحت بره توی لباس. پس این میشه برای پشتمون. توی مدلی که داریم جلو هم دلای بازه. پس راهنماهامون رو همیشه می نویسیم که بعداً موقع برش به اشتباه نخوریم. اگر علاقه‌مند به خیاطی و طراحی لباس هستید، حتما آموزش‌های حضوری و مجازی مؤسسه آکادمی هنر پارس رو از دست ندید. برای اطلاع از دوره‌های حضوری و غیر حضوری ما میتونید با شعب کرج و تهران ما تماس حاصل کنید. دوره‌هایی که ما داریم شامل نازک دوز، ضخیم دوز، لباس مجلسی، لباس عروس و غیره می باشه. برای اطلاع از همه اینها با شعب ما تماس بگیرید. توی پارچه رویمون قسمت وسط جلومون دلای بازه که روبروی هم میسته. واسه همین ما یه سجاف سرخود براش میذاریم. یعنی از خط وسط جلومون 4 الی 5 سانت میام جلو
و اینجا جای دوخت میذارم که به این میگن سجاف سرخود، که بعدش بهش لایی میزنیم و تاش میکنیم از خط وسط جلو. این قسمت جلو رو لایی زدیم تا کردیم به سمت داخل. شما میتونین هم یه دوخت از رو نما برین که این داخل وایسه، هم میتونین توی این قسمت زامفیکس بذارین اتو کنین که داخل کامل وایسه. خب بعد اینکه این کار کردیم میایم سرشونه ها رو به هم وصل میکنیم، یعنی سرشونه های پشت و جلو رو به این شکل به هم وصل میکنیم. بعد از اینکه دو تا سرشونه ها رو وصل کردیم میایم درز وسط پشتمون هم به هم دیگه میدوزیم. فقط درز وسط پشت 10 سانت از یقه فاصله میدیم و از اون به بعد رو میدوزیم. این 10 سانت باز میمونه. بعد اینکه این درزامون رو چرخ کردیم میریم اتو میکنیم، بعدش آستین رو وصل میکنیم. خب الان درز وسط پشت سرشونمون رو دوختیم، اتو زدیم. حالا قبل از اینکه پهلومون رو بدوزیم آستین رو وصل میکنیم. قسمت جلوی آستین رو که علامت زدیم به جلو و پشتم به پشت، این قسمت رو هلالش رو میدوزیم. من قسمت سرشونم هم علامت زدم. میذاریم لب به لب هم میکنیم، چرخ میکنیم. بعد اینکه این درزمون رو دوختیم و اتو کردیم، حالا پهلوها رو میذاریم روی هم، پهلوی پشت و جلو رو، و یه سر از آستین تا لبه لباسمون چرخ میکنیم. بعد از اینکه درز پهلومو دوختیم، حالا میایم لبه پایین لباس رو میریم تو. بعدم که این دوخته روی سجاف دوخته نمامون رو میریم. برای این قسمت که سجاف داریم، سجاف رو برمیگردیم روی لباس، به اندازه یکسان جا دوختی که زدیم چرخ میکنیم روی سجاف رو. بعد سجاف رو برمیگردیم و 1 سانتی لبه پایین لباس رو چرخ میکنیم به این شکل. من یه سر از این لبه سجافم شروع میکنم. یه نکته برای تو دادن پایین لباس، برای اینکه این جاهاتون چینوایی نسته این شکلی صاف شه، این قسمت جلوی پایه رو نباید این شکلی پارچه رو بکشین. پارچه باید حالت طبیعی خودش باشه، فقط تاش کنین. اگه از جلوی پایه پارچه رو بکشین، پارچه لیور میفته. مرسی که همراه ما بودین. اگر این ویدیو براتون مفید بود حتما با دوستاتون به اشتراک بذارین. همینطور برای ما سوالاتون رو کامنت بذارین، حتما به شما پاسخ میدیم.